جان مادر. زیاد درد میکنه؟ نه درد نمیکنه یک دونی. امروز دشمن از بین بردیم، همین مهم است. شما کجا میرین؟ دموتر منتظر می بودین. ما دیگه منتظر بودن میتونم تا اینجا ما رو گوش ناوردین. پس من داخل میرم تا چای صبح در پل استانبول بخورم. دا بله خوشحالی. اگه مصطفی تو را در اینجا تنابانه یک طرف پل استانبول ده دیگه طرفش گری خود زدی. ما خو نتانستیم تا حال دانه تو را بسته کنم. باز چطور پل استانبول را بسته خود کردم؟ واسیا چیز باید خو نگفتم مصطفی. فقط گفتم پل استانبول بسته کردن نمیتونم. آره یک چیز گفته بودم یک دقیقه دانتا بسته کردن نمیتونی. زنکه چوب باش. دوباره جای برای شیشتن است یا نه؟ فکر نکنم. خب بازم یک بار میبینی. داخل که رفتیم چوب آرام در جایتون میشینین. اگه صدایتان نشنیدم باز از خود گله نکنید. فهمیده شد؟ خوش آمدین آقا مصطفی. خوش باشین. زیاد چشم برایتون بودم آقا مصطفی. زنده باشین. بخیر رسیدین؟ بخیر باشین. معرفی میکنم بیادرم طاهر کالاری. مشرف شدم. یک وقت میشه که با هم کار میکنیم اما بدبختانه شما را هیچ ندیدم. ما در کشتی کار میکنم. زیاد در شرکت نمی باشم. میخوایم شما را همراه ایشن معرفی کنم. ایشن دختر کاکای میشه. و ایشن جان یا مصطفی کالاری رئیس شرکت کالاری. خوش آمدین. خوش باشین خانم. وداد اقدر تعریف دریای سرمه نمیکنن که هیچ پرسان نکنین. بسیار تشکر. تعریف های شما را بسیار زیاد شنیدیم. دست شوهرم گرفته ایلو نمیده. حالا نشانش میدم. بانه ما در جایت بیشی. حالا کار بار بچه ما خراب خواد کردی. سلام علیکم. میبخشین؟ به جواب سلام دادن کسی بخشش نمیخواید. میگه و علیکم سلام. من آسیا کاللی هستم. خانم مصطفی کاللی. این قسم است. خیلی میبخشین که خبر نداشتم شما میجستین. بسیار خوب. راستش مصطفی ما و دخترم به استانبول به چکر آورده. زیاد شله شد. ما باز آمدیم. خوب کردین. خوش آمدین. من وداد سایار هستم. از دیدنتون خوش شدم. خوش باشین. دخترتان است؟ بله نامش اصل است. سلام شادخت مقبول. بازم خوش آمدین. میفهمی؟ یک بچه دارم که از تو کده خورده است. مقبولکم. خاله جان خوش آمدین. خوش باشی بچه جان. خوش آمدین و خوش باشین زیاد شد. کل روز ما تیر شد. حالا باید به کار شروع کنیم. بفرمایید. بفرمایین. باش برات بگویم جانم. باید در اطراف این مجسمه شیر 3 دور بزنیم. هر کس اول رسید برنده میشه. حالا من برنده میشم. من برنده میشم. من برنده میشم. نه خیلی مادر جون. نه خودم برنده میشم. اینا نزدیکت شدم. عجله کن اگه من برنده میشم. اینا حالا نزدیکت میشم. سرعتت زیاد کن. من برنده میشم. نزدیکت رسیدم. نه ما
من برنده میشم. من برنده شدم. خودم برنده شدم. حساب نمیشه. تو مکمل دور نمیخوردی. آی چلبازی نکن. من برنده شدم. چی کنم؟ مسافت زیاد بود. دور خوردن نتونستم دیگه. درست است. این دفعه در سرک میریم. باید تا آخر سرک بریم. بازم من برنده میشم. نه من برنده میشم. من برنده میشم. من برنده میشم. نه من برنده میشم. باز خواهد دیدی. من برنده میشم. عجله کن کم مونده. خانم بیادر اجازه ندارین بیرون برین. نجیب بیادر تا آخر سرک میریم و پس میاریم. امکان نداره. آقا وداد امر کده. حالا تو رام گفته بودم آقا ودتتم. نجیب بیادر جان گفتم که تا آخر سرک میریم و زود میاییم. فرار خو نمیکنیم نه؟ لطفاً خانم بیادر کل ما شما را میشناسیم. شما دنبال یک فرصت هستین تا از اینجا فرار کنین. بفرمایید. جان مادر میریم دمو پیش خانه ساتیری میکنیم. درست است؟ خانم بیادر لطفاً با قسم وضعیتتان بیرون نشین. خواهش میکنم خانه برین. چرا؟ کدام مشکلی است؟ وقتی مرا در این حالت میبینی رنج میکشی که مزدوری آقا ودت میکنی نه؟ اما تنها هستم که به این وضعیت عادت نکردیم. شما خو از اول به کثافت کاریای عادت کرده بودین. لطفاً فیصدی چه کمی پایین برین آقا مصطفی. بیش از دیگه قرارداد امضا میکنین یک بار دیگه هم بخونین. درست است؟ نیاز به خواندن نیست آقا ودت. با شرکت های بزرگ همسایتان شریک میشن، کارگرای ماشاور رو زحمت میکشن و میفهمین دیگه. یک کشتی کلان میخرین، باید مبلغ زیاد بپردازین. امی قیمتش است. آله خو ریگ از قلبیل نمیکشه نه آقا مصطفی. ام دفعه امی نرخ آخرش است. با آقا ودت گفتم. شما چی نظر دارین آقای محترم؟ نه که شما هم گپ بیادرتان تایید میکنین. دیگه شخو نمیفهمم. اما سر گپ بیادرم دیگه گپ به گفتن ندارم. حتما به بیادر خودتان صلاحیت نمیتین. چطور؟ ها چوپانش مستم اما صاحبش بیادرم است. گپ بیادرم است. من خود نفهمیدم که چوپان چی وظیفه داره. وظیفهش از بین بردن گرگاست. درست است. گپ ما پس میگیرم کاللی. بیادرت همیشه در معاملات چند زنی میکنه. گفتم این بار چانس ما امتحان کنم. امتحان خود کردن فایده نداشته آقا ودت. حالا لطف کنین و قرار داده امضا کنین. میفهمین که دخترم در پایان منتظر است و ما برش گفتیم که با دیدن قصر عروس میریم. من خب براتون میگم که شما اونا را زیاد منتظر نمانین. فعلا همراه خانوادتان برین چکر بزنین، باز شب بیاین خانه ما مهمان هستین. باز قرارداد در موجه امضا میکنیم. نظرتون چیست؟ لازم نیست. لطفاً سر ما زیاد حق دارین. هر وقت که ما در منطقه سورمانیا میامدیم بیادرت زیاد قدر عزت ما را میکردن. آقا مصطفی اگر شما گپ ما قبول نکنین به خدا خفه میشم. هم امضا میکنیم هم ساعت اشتکا تیر میشه. نه نمیشه آقا ودت، رای ما بسیار نه دور است. نه هیچ بانه قبول ندارم. حالا به خانمم زنگ میزنم، او هم خوشخواد شد. حالا گیرت میکنم سبخ. فکر کردی میتونی از پیشم فرار کنی؟ میتونی؟ زنگ داده. جان مادر تو برو رسمت خلاص کو، ما میایم. درست است؟ حالا بدم. چی گپ است؟ چی میخوایی؟ سلام خانم جانم. من خانم جانت صدا نکن. مامزاد پیش دق شدیم. گپت بگو زود قطع کن. جانم به امشب مهمان داری. زنگ زدم که تام تیاری تا بگیری. درست است یک دانیم؟ چرا نمیگی که باید زخمای ما پود کنم؟ مامزاد دوست دارم یک دانیم. خدا خودش جزای بده. میبوسمت. خانم نفس